قیام کنید. سلام جان. بفرمایید. خب جناب آقای دکتر سیروس مفتخری. بله ارادت. آقای دکتر خیلی خوشحالیم که در خدمت شما ایم امروز. به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و استاد دانشگاه هستید و مقام معلم دارید، احترامتون هم بر ما واجب. آقای علیرضا سوده درسته؟ به عنوان خواهان تشریف آوردید تو دادگاه. خواستت چیه برادر؟ بنده درخواست مطالبه حق مادی و معنوی خودم رو از ایشون که به اصطلاح استاد بنده هستن دارم. شما هم تاریخ میخونی؟ البته میخوندم، الان اخراج شدم. چرا حالا اخراجی؟ بهتره دلیل اخراج شدن بنده رو از ایشون بپرسین. اصلا شکایت من از ایشون به این دلیله که ایشون سبب اخراج بنده از دانشگاه شدن. آقای قاضی یادم نرود این معنی که مرا مادر من نادان زاد، پدرم نیز چه استادم دید گشت از تربیت من آزاد. پس مرا منت از استاد بود که به تعلیم من استاد استاد. هرچه می دانست آموخت مرا غیر یک اصل که ناگفته نهاد. قدر استاد نکودانستن حیف استاد به من یاد نداد که استاد به من یاد نداد. جناب قاضی فکر می کنم من مقصرم. چرا؟ ما معلما همه مقصریم. چرا؟ چون قدرشناسی و احترام نسبت به شأن و مقام و منزلت معلم استاد را به شاگردامون یاد ندادیم که اگه یاد داده بودیم بنده دانشگاهی امروز در این جایگاهی که دزدا و جانیان و قاتلان هست نمی ایستادن برای پاسخگویی. آی دکتر اون جایگاهی که شما اونجا ایستادی خیلی وقتا از اساتید و بزرگان و مردان بزرگ مملکت ما اومدن تو اون جایگاه ایستادن، یه اتهامی بهشون وارد شده، به پروندهشون رسیدگی شده، بعدم رفتن خونهشون. بله. پس تو جایگاه قرار گرفتن ولی قبول کنید واسه امثال من یه مقدار کراهت داره اینجا. من میگم منم تو اون جایگاه ممکنه قرار بگیرم، اصلا فرقی نمیکنه، مهم نیست چه شخصیتی اونجا بیسته. اتهام با جرم فرق داره. ببین شما یه موقع یه فعل مجرمانه ای انجام میدی، یه موقع یه اتهامی علیه شما مطرح میشه، شما دلیل میاری رفع اتهام میکنی. الان سوالم اینه حوزه مطالعاتی پژوهشی شما بیشتر کدوم قسمت از تاریخه؟ بنده از هر بخش خوان گسترده تاریخ سعی کردم خوشه‌ای بچینم و ارزنی بردارم، ولی حوزه مطالعات تخصصی هم ایران باستان. به به ایران باستان. خب بریم سر اصل مطلب استاد. در خدمتتونم. شسته و رفته بگو خواستت چیه بابا جان؟ من گوش میدم. آقای قاضی من 3 ساله که رساله دکترامو به اتمام رسوندم و منتظر دفاع هستم و از اونجایی که دکتر مفتخری استاد راهنمای من رساله منو تایید نکردن، دانشگاه اجازه دفاع به بنده نداد و این مدت انقدر طولانی شد که میزان سنوات من پر شد و دانشگاه حکم اخراج منو زد. الان که میتونی برای بازگشت به تحصیل از طریق شورای داخلی وزارت علوم اقدام بکنی. اقدام کردم، اعتراضم زدم آقای قاضی. الان پس طرح دعوت از آقای مفتخری چیه؟ من طرح دعوام از ایشون به خاطر باجگیری علمی آقای قاضی. بفرمایید آقای قاضی. عرض نکردم از ماست آقای که قاضی ایشون با غرض ورزی کاملا شخصی نه تنها 3 سال از عمر منو تلف کردن و مانع فارغ التحصیلی من شدن، بلکه باعث شدن من 3 سال از زندگیم عقب بیفتم. من ازدواجم به خاطر این آقا رو حواس، چه بسا اگه دفاع کرده بودم الان عضو هیئت علمی دانشگاه بودم، کار داشتم، زن داشتم، درآمد داشتم. الان نه زن دارم، نه کار دارم، نه درآمد دارم. آقای قاضی من دارم با مدرک دکترا مسافرکشی میکنم. آقای قاضی شما را به خدا به فریاد من برس.
با این سرعتی که آقا پیش میره میترسم میراث آبا و اجدادیش هم از من مطالبه کنه. آره مطالبه میکنم چون ازت طلب دارم. آقای قاضی، ایشون چون استادن به خودشون اجازه میدن من دانشجو رو مسخره کنن. عیبی هم نداره آقا، مشکلی نیست. اما والله تک تک بلاهایی که ایشون سر من آورده سر این پایان نامه به خاطر اینه که من به این آقا باج ندادم. باج؟ این طرز حرف زدن یه دانشجو دکتر را درباره استاد. ببین از این کلمه استفاده نکن در برابر معلم. آقای نظرم قاضی، قشنگ نیست. باجگیری که فقط مال تو خیابون و سر گردنه نیست. به خدا باجگیری علمی و دانشگاهی هم داریم که اگه نداریم کاری که ایشون با من کرده چیه؟ شما بگین. آی سوده جانم برادر، بفهم. میشه خواهش کنم حاشیه نری، اصل مطلب رو برای ما بگی؟ آقا موقع انتخاب استاد راهنما برای پایان نامه میخواستم با استاد دیگه پایان نامه بردارم. منتها واحدهای مجاز اون استاد پر شده بود. بعد من رفتم سراغ دکتر معرفت، واحدامو با ایشون برداشتم. کارم تا یه جایی با ایشون پیش رفتم، خیلی خوبم داشت کارم پیش میرفت. اما متاسفانه از بخت بد من بدبخت ایشون عمرشون دادن به شما. هرچی خاک اون عمر شما. خدا بیامرزه. و من به ناچار مجبور شدم دکتر مفتخری رو به عنوان استاد راهنمای پایان نامه معرفی کنم که کاش نمی‌کردم. آقا من خیلی ممنونم که منو تا این حد بی اطلاع نشون دادی. آقای قاضی، از ایشون بپرسید کی به شما منابع رو معرفی کرد؟ کی به شما گفت برید فتوتنامه سلطانی بخونید؟ آقا جان، چی به شما گفت برو بخش آخر مرصاد العباد بخون؟ آقا دقیقاً درست میگن ها. ایشون همون اوایل چند تا منبع به من معرفی کردن، اما والله من قبل از اینکه ایشون معرفی کنم من سراغ این منابع رفته بودم. اصلا با رفتن سراغ این منابع بود که به این موضوع رسیدم. پس چرا رفتی اومدی سراغ من؟ آقای قاضی، این فهرست منابع پرپوزال منه که زیر نظر دکتر معرفت مرحوم کار کرده بودم. تاریخ تصویبش هم برای زمانیه که هنوز دکتر مفتخری استاد راهنمای من نشده بودن. آقا، دوست، عزیز، برادر، محترم، اینایی که داری میگی چه ربطی به دکتر مفتخری داره الان؟ خب ایشون الان چه ربطی به دادخواست تو داره؟ من متوجه نمیشم. خب ایشون با تایید نکردن این رساله موجب اخراج من از دانشگاه شده. آقا برادر من، بزرگ من، مگه ایشون استاد راهنمایی تو نبوده؟ بله بوده. آقا تشخیصش این بوده که اصلا پایان نامه شما رو تایید نکنه. یعنی چی؟ از نظر ایشون مورد تایید نبوده. درود بر اون شیری که خوردی. آقا اینکه پایان نامه شما اومده زیر دست من رد بشه یا قبول بشه این در اختیارات من بوده. تموم شد. تشخیص دادم پایان نامه شما، رساله شما ضعیف بود آقا جان. آقای قاضی، کجای دنیا اینجوریه؟ با کدوم منطق ریاضی؟ کی گفته استاد راهنما میتونه بدون دلیل یه دونه پایان نامه رو رد کنه؟ بدون دلیل نبوده. چی بوده دلیلش؟ آقای قاضی اصلا بدون دلیل نبوده. پایان نامه که ایشون به من ارائه کردن از نظر علمی و پژوهشی فاقد اعتبار بود. من که نمیتونستم اعتبار علمی خودم را به خاطر رساله ضعیف شما خرج کنم. آقای قاضی دارن دروغ میگن، چرا اصل مطلب رو نمیگی؟ من میگم تنها دلیل اصلی که ایشون پایان نامه من رو تایید نکردن این بود که من زیر بار خواسته های نابجای ایشون نرفتم. الان اصل مطلبت اینه؟ اینو میخواستی بگی تو این یک ساعت؟ هی داری میگی؟ چی بزرگتر از این آقا؟ آقای قاضی، آخه یک کسی مثل من از کسی مثل ایشون چه خواسته ای میتونه داشته باشه؟ اتفاقا آقا بابا اینقدر مهمل نباش. آقای قاضی برخلاف حرف ایشون رساله من هم از نظر موضوع، هم از نظر یافته ها، هم از نظر مطالب نوعی که بیان شده متن بسیار خوبی شده. این نظر من نیست. تمام اساتید بزرگ تاریخ که دکتر مفتخری هم خوب میشناسنشون اینو تاییدش کردن. حتی یکی از ناشرا خواسته اونو به چاپ برسونه، من قبولش نکردم و اتفاقا قصه از اونجایی شروع شد که دکتر مفتخری فهمید این رساله خوبی شده. حالا هی به من فشار بیارن که اسم ایشون به عنوان نویسنده اصلی این کتاب چاپ بشه. آخه عزیزم، من این همه کتاب و مقاله چاپ کردم، چه نیازی داشتم که اسمم رو کتاب چه تو باشه؟ آقای قاضی اتفاقا ایشون رو امتیاز چاپ کتاب من به نام خودشون خیلی حساب باز کرده بودن و اتفاقا وقتی نقششون نگرفت گفت بذار یه جوری من از این انتقام بگیرم با تایید نکردن رساله من. آخه انتقام
آره انتقام. انتقام؟ آره انتقام. آقا چه انتقامی، چه امتیازی، چه کشکی؟ چه امتیازی؟ بذار بگم چه امتیازی. همون امتیازی که برای تبدیل وضعیتت از دانشیاری به استاد تمامی دنبالشی. شنیدم خیلی هم به کارت میاد. الان شما داری یه اتهامی رو مطرح میکنی تو دادگاه، اگر نتونی براش دلیل بیاری بعد برات دردسر میشه ها. من دلیل دارم آقای خیلی من گفتم که فقط بدونی. دلیل و مدرک دارم. بگو من میشنوم. ایشون همون اوایلی که کارو با ایشون من شروع کردم بهم گفتن که سوده فکر میکنم یه حرف دال از فامیلی تو جا افتاده. راستش من منظورش رو متوجه نشدم. گفتم حالا یه چیزی داره میگه دیگه. بعد گفت با این انگیزه و با این هوش و با این دقتی که تو داری فکر کنم باید اسمت میشد سودده نه سوده. من بازم متوجه منظورشون نشدم، اما گفتم بذار بخندم رساله‌مو تایید کنه تموم شه بره دیگه. اما وقتی دستش رو شد تازه فهمیدم منظورشون چی بوده. آیه سوده جانم آقا. الان یه دال اضافه برای من قاضی میشه مدرک. چرا ببینید اذیت میکنی برادر من؟ حرف. مدعی دلیل. برادر من دو تا واژه ساده کنار هم، درس خونده ای، دانشگاه رفته ای، من بیام روی دال اضافی شما روی پرونده حکم بدم میشه؟ حرفم ادامه داره آقای قاضی. آقا من آخه اینا میشنوم. حرف نیست که پسر جان. رو درازیه، وقت ما رو نگیر با این عباطیل. آقای قاضی اواخر کار تدوین رساله‌ام بود. یه روز دکتر مفتخری با من تماس گرفتن. گفتم عصر برم دفترشون. پیشنهاد اون ناشرم مطرح شده بود. بعد گفتن یه ناشری هست که با شرایط خیلی بهتر از اون ناشر قبلیه تصمیم گرفته این کتاب ما رو به چاپ برسونه. آقا ما هم خوشحال شدیم. شما هم جای من بودی خوشحال می‌شدید. ناشر دوست استاد بود؟ حالا نمیدونم چه نسبتی با ایشون داشتن. بله مثل اینکه رفیقشون بودن. خب بعد یه فرم گذاشتن جلو من امضاش کنم. چی بود فرمه؟ فرم واگذاری رساله به اون ناشر. حالا اسم کی ابتدای اون رساله بود؟ اسم ایشون به عنوان نویسنده اصلی اون رساله. خب بعد بابت این قضیه قرار بود ایشون پولی به شما پرداخت کنن؟ آقا چه مبلغی؟ ایشون جیب ما رو نزنن، نمیخوایم به ما مبلغی بدن. این که معرفی در کردم قبال به این کار ناشر. اجازه بدین. جرم کردم. اجازه بدین یه دقیقه. ایشون در قبال این کار فقط قرار بود به من اجازه بدن از رساله‌ام دفاع کنم که اینم حق قانونی هر دانشجوییه. خب بعد شما چه پاسخی بهشون دادی؟ آقا اون شب ما خب خیلی حالمون خراب بود. گفتم احترام این شاگرد استادی رو نگه دارم. گفتم اجازه بدین فکر میکنم بهتون خبر میدم. از اون دفتر اومدم بیرون، امضام نکردم. اومدم خونه حالم خراب. زمین و زبون رو داشتم فحش میدادم. آخه آقای قاضی من وجدانم اجازه نمیداد زیر بار اون حرف زور برم. من زحمت اون رساله رو کشیده بودم. من خون دل اون رساله رو خورده بودم. من شب تا صبح برای اون رساله بیدار مونده بودم. من صبح تا شب دنبال اون رساله دویده بودم. اون وقت ایشون یه کاره انتظار داشتن من این رساله رو به نام ایشون بزنم. الان اون فرمی رو که میگی داری یا نداری؟ نه آقا ندارم. خب چی داری؟ طبق چه مدرکی؟ یه چیز به من بگو که خب ایشون فرداش به من ایمیل زدن که ببینن نظر من چیه. منم گفتم شرمندم آقای دکتر، فعلا تصمیم چاپ کتابو ندارم. حالا ایشون چی به من بگن خوبه. اینم در کمال ناباوری به من گفتن که با این حال امیدی به دفاع پایان نامه شما نیست. خب سوالم اینه شما این ایمیل رو به ایشون زدین آقای دکتر؟ ایمیل؟ چه بگین عرض کنم؟ زدم دیگه. ایمیل ببین یه آدرسی بگین داری شما برادر من، سیروس آندرلاین مفتخری 1338. بله این ایمیل من. این ایمیل متعلق به شما درسته؟ درست. شما این ایمیل رو برای ایشون فرستادید؟ نمیدونم. نه یعنی چی؟ برادر یعنی چی نمیدونم. آقای قاضی من که پرینت رد و بدل کردن این ایمیل ها رو براتون من فرستادم دیگه. من اصلا نمیدونم. من چند تا ایمیل قدیمی هم دارم آقای قاضی. نمیدونم واقعا. خیلی خوب. شاید یکی از اونا باشه. باش ما الان اینا رو پرینتشو داریم، همه رو من به شما میگم. بعدش شما چیکار کردی؟ بعد آقا من اینکه 2 هفته بعد رفتم سراغ ایشون دفتر ایشون. من این فرمای دفاع رو بردم که ایشون تو دفترشون امضا کنم من برم به کار و زندگیم برسم. اما ایشون تایید نکردن. گفتم مورد تایید ایشون نیست، باید برم ایرادا رو برطرف کنم بعد بیام. خب آقا ایراد داشت، گفتم برطرف کن، بردار بیار تایید کن. منظورشون از ایراد میدونید چیه؟ این که من پایان نامه رو از نو بنویسم. اعتقاد داشتن موضوع خوبی نیست. اونم در حالی که پایان نامه من آماده دفاع شده. من حتی 2 تا از اساتید دانشگاه رو واسطه کردم. گفتم بریم با ایشون صحبت کنین. شاید از خر شیطون اومد پایین. اجازه بده من دفاع کنم کارم تموم بشه. آقای قاضی حالا که این پسر همه چیز را مو به مو به شما تعریف میکنه،
ازش بخواید اینم بگه. با جیغ و داد و دعوا اومد سر کلاس من جلوی دانشجوام هرچی از دهنش در اومد به من گفت. پرونده انضباطیش هم تو دانشگاه موجود. چی کار میکردم آقای قاضی؟ شما خودت بودی چی کار میکردی؟ بهتر بود شما با بودین بیل چی کار میومدی میکردی؟ سر کلاس آقای قاضی این اواخر دیگه جواب تلفن و پیامای منم نمیدادن. منم مجبور شدم برم سر کلاسشون پیش دانشجوهاشون ازشون خواهش کنم، التماس کنم، به خدا کم مونده بود به پاش بیفتم بگم بابا کار منو راه بنداز. چیکار کرد؟ جلو دانشجوهای کارشناسی من دانشجوی دکترا رو سکه یه پول کرد، از کلاس انداخت بیرون. جلوتون میرقصیدم داشتی به من توهین میکردی. خب در کمال احترام بهم میگفتی چرا منو ضایع کردی پیش اون همه دانشجوی کارشناسی؟ من دکترا دارم آقای مفتخری. صبر کن آقا جان، صبر کن، سرعتتو کم کن، سرعتتو بگیر کم بعد کن. بگو دکترا دارم. ببینم دانشکده شما مگه گروه تاریخ نداره؟ داره آقا. خب چیکار اونجا عنوان نکردی؟ چرا عنوان نکردن؟ خب ایشون چون اونجا هم نفوذ دارن، اونا هم گفتن ایشون باید تایید کنه بعد اینا اجازه بدن من دروغ دفاع کنم. میگه آقای قاضی، اینم دروغ میگه. من اون اواخر راضی شده بودم تایید کنم. اونم خب یه بازی بود، مگه بازی نبود؟ دید داره براش بد میشه. برای منی که شاگرد اول دورشون بودم گفت بذار یه چند تا ایراد جزئی بگیرم بره حلش کنه بعد بیاد کارش راه بندازم. خب لامصب اون ایرادات جزئی رو برطرف کردی؟ بله آقا برطرف کردم. برای کاری هم که تو اون دانشگاه کردم ازشون عذرخواهی کردم. بعد 3 روز بعد رفتم سراغشون بگم آقا این فرمای دفاعی منو تایید کن من برم. کجا رفته بودن؟ کانادا. پیش کی؟ پیش دخترشون تعطیلات تابستونی. دانشگاه اجازه بده دارم حرف میزنم. من باید برای دیدن دخترم از تو اجازه میگرفتم. تموم شد. با تو هماهنگ میکردم. تموم شد. آقای قاضی دانشگاه هم برای من ضرب الاجل تعیین کرده بود که تا اواسط مرداد پایان نامه‌مو برسونم. ایشون کی میخوام برگردن؟ اواخر شهریور. خب دانشگاه هم حکم اخراج منو زده بود. آی دکتر من یه سوال از شما دارم. الان دلیل اصلی نپذیرفتن پایان نامه ایشون از طرف شما ضعف علمی و پژوهشیه؟ خب چی میتونه باشه؟ بله دیگه آقای دکتر، من که با ایشون پدرکشتگی نوشتم. پس از نظر شما مقاله ایشون یا پایان نامه‌شون ضعف علمی و پژوهشی داره، درسته؟ بله. حالا ببین من برای اینکه یه کمکی هم به شما بشه هم به آقای سوده بشه اومدم مقاله های ایشون رو قبل از دادگاه به عنوان یک مخاطب تاریخ مطالعه کردم. نظر منم نظر کارشناسی نیست، درست. به عنوان یک مخاطب تاریخ پایان نامه شما رو خوندم. فقط میخوام بهت بگم لذت بردم، کیف کردم، محبت. واقعا به روز جامع، کامل و شسته رفته. لطف داری. حالا من اومدم این مقاله رو ارسال کردم به یکی از دوستانم که در هیئت علمی دانشگاه حضور دارن، استاد رضا فرهمند که معرف حضورتون هستن. بله. من از ایشون خواهش کردم از آقای فرهمند که پایان نامه ایشون رو مطالعه بکنن، نظرشون رو به من اعلام بکنن. بالغ بر 3 صفحه A4 از نقاط قوت پایان نامه ایشون برای من متن نوشتن. خب نظرتون چیه راجع به این قضیه؟ یعنی چی میتونم الان بگم بهتون؟ نظر ایشون بوده، نظر من تعریف و تمجید نبوده. نه. از نظر من ضعیف بود. آی دکتر خودت هم میدونی برادر من پایان نامه ایشون پایان نامه خوبیه با کیفیت. آقا چه فرمایشی میفرمایید شما؟ من میگم در مباحث علمی صلاحیه و نظرات متفاوتن. ما اصلا میگیم آقا من میگم آقای دکتر فرهمند سلیقه‌شون با سلیقه شما متفاوته. یه مطلب مهم دیگه وجود داره، اونم اینه که شما عموماً مقالاتتون رو برای یک سردبیر یا ادیتوری در آلمان ارسال میکنید، درسته یا نه؟ بله. میدونین کدوم مجله رو میگم دیگه؟ بله. خیلی خوب، خدا پدرتون بیامرزه. این مجله از نظر شما معتبر هست یا نیست؟ بله معتبره آقای. قبولش داری؟ بله قبول دارم. خیلی خوب. آقای دکتر ببین من اومدم با ایشون مکاتبه کردم، شخصا از ایشون سوال پرسیدم راجع به مقالاتی که شما براشون ارسال میکنین. 3 تا مقاله هم که اول ازتون سوال کردم: مطالعه شهرهای باستانی ایران، یافته های سفالی تخت جمشید
اهرام مصر و الباقی. خب من راجع به این مقاله ها با ایشون یه گپی زدم، ایمیل فرستادم، ایشون هم لطف کردن جواب منو دادن. سردبیر یا همون ادیتور همون مجله‌ای که شما داری باش مکاتبه میکنی. خیلی جالبه. ببین تو آخرین ایمیلی که به من زده میگه احساس میکنم مقاله هایی که به اسم ایشون برای من ارسال میشه متعلق به افراد متفاوته. خب چرا؟ میگه لحن، شیوه استدلالی، خب و ادبیات مستقلی نداره. تو هر مقاله لحن و شیوه استدلالی و ادبیاتش چیه؟ متفاوته. اونجا نوشته؟ میخوای بیا بخونی؟ شاید اشتباه ترجمه. نه بیا خودت آقا، متن برادر ببین این متن انگلیسیش درست شد؟ میگم شاید اشتباه ترجمه میکنه. آیدیتور به زبان مسلطین؟ من که بر جعفر اینو برای نشون آیدیتور بر اونجا نشون آیدیتور نه حالا خودت نه بخونیم عین واو به واو متن. من چی بگم؟ واقعا متاسفم. خیلی خوب حالا برو بیا. متاسفم همین آقای قاضی. من از زندگی عقب افتادم، ایشون میگه متاسفم همین. حالا من اومدم چیکار کردم دکتر جان؟ من اومدم برای اینکه یه کمکی به قضیه بشه پایان نامه خود آقای سودرم برای ایشون ارسال کردم تا نظر ایشونو راجع به پایان نامه آقای سوده هم بدونم. خب من اسم اون بنده خدا رو اونجا به شما نمیگم به خاطر اینکه برای ایشون مشکل درست نشه، خصومتی پیش نیاد. شما اینجا واسه من دارید مشکل درست میکنید، نگران اون آقای اون. نه من برای شما مشکل درست نمیکنم، من سعی میکنم مشکل ایشون رو حل بکنم. من کجا برای شما مشکل حالا درست بفرمایید. خیلی خب ببین الان یه جواب کلی برای ما فرستاده که این جواب خیلی جالبه، به درد شما میخوره، گوش کنید. میگه با سلام، در مورد پایان نامه جناب آقای سوده باید بگویم قبلا این پایان نامه به عنوان یک مقاله مفصل به نام آقای دکتر مفتخری به دست ما رسیده بود و امتیاز پژوهشگاه ما در مورد این پایان نامه بسیار بالا و تحسین برانگیز بود. اما داره از آنجایی که اعتبار مقالات ارسالی از طرف جناب دکتر برای پژوهشگاه ما زیر سوال رفته بود، از چاپ آن خودداری کردیم. میشنوم نظر شما رو. چی بگم آقای باز؟ چیزی نگید، نظرتون میبرید میدوزید. من اصلا گیج شدم آقای باز. نه من نه میبرم نه میدوزم نه نقصوزن دستمه. من با سند و مدرک دارم با شما صحبت میکنم. شما چند تا کتاب چاپ شده داری؟ من دو تا کتاب نوشتم، سومی هم در راه چاپ. این سومی که میگه اونم برای بچهای سال پایینیای دانشگاه مایی که به نام نامیه ایشون قراره چاپ بشه. ما اصلا کاری به اون یه دونه کتاب شما که در دست چاپه نداریم. آقا الان دارید با من صحبت میکنید دیگه، به ایشون بگید لال شن. این الان ببین اون روی سکه است آقای قاضی، اون روشونه. متوجه شدین چجوری دارن صحبت میکنن؟ به من دانشجو تو این جمع داره میگه لال شو. آقایی که اوایل دادگاه داشت براتون شعر میخوند. ادامه بدم؟ راجع به اون دو تا کتابی که قبلا چاپ کردیم میخوایم تمرکز بکنیم. درست شد؟ خب الان سوال اصلی برای من اینه، شما دو تا کتابی رو که چاپ کردی با کمک، هدایت و حمایت دو تا نویسنده دیگه نوشتی. دقیقاً. که حالا از بعد حادثه این دو تا نویسنده دانشجوهای مقطع دکترای همون دانشگاهی بودن که شما داری توش درس میدی. نظرت راجع به این قضیه چیه؟ آقای قاضی چرا اینطوری قضیه رو میفرمایید؟ چطوری بفرمایید؟ اصلا شما کلیت ما رو میبرید زیر سوال. آقا اون دو تا دانشجو اگه کمکی هم کردن، املا کردن و نگارش کردن بود. خب دانشجوم بودن، در نگارشش کمک کردن. این انکار نمی کنم، ولی این که شما همه چیز منو میبرید زیر سوال، با اونا نوشتی این حرفا چیه؟ یعنی شما مدعی هستی که طرح و ایده و
متن و خلق و همه چی کار شما بوده. نگارش اولاً کمکش کردم. این دوتا بنده خدا فقط میرزا بنویس بودن، درسته؟ بله کمک کردم. باشه، اب نداره. جعفر زحمت بکش اون خانم آقایی که بیرون هستن رو بیار داخل. خسته شدی استاد؟ نه اذیتت کردیم. خواهش میکنم دیگه، شما هر کسی یه وظیفه‌ای داره دیگه، اینم وظیفه شماست. لطف شماست که درک میکنی. بفرمایید. بفرمایید. برین اونور بیستین. سمیه امینه آقای قاضی اینا از بهترین دانشجوهای من هستن، اینا ثمره عمر من هستن. چی بگم اینا که دیگه اصلا با اینا اومدن اینا من یه خورده آرامش گرفتم. ممنون که اینا را آوردید. خب خدا رو شکر، الحمدلله که شما هم آرامش گرفتی. یه لطفی بکنین خودتون رو معرفی کنین. من سمیه اکبریان هستم. یه ذره باید بلندتر صحبت کنین. سمیه اکبریان هستم. خب شما امین مهاجر هستم. خانم سمیه اکبریان، آقای امین مهاجر. ببین من یه سوالی دارم. اسم شما دو نفر به عنوان نویسنده کنار اسم استاد در کتاب‌هایی که به چاپ رسوندن قرار گرفته. من میخوام از خودتون بپرسم چقدر سهم قائلید برای خودتون توی این کتابا، تو متن کتاب؟ بفرمایید. بسم الله. شما بفرمایید. بگو سمیه بگو. استاد من در ابتدا از شما عذرخواهی میکنم که مجبورم بی پرده صحبت بکنم. راحت باش، بفرمایید سمیه خانم، بفرمایید. آقای قاضی، من از همون سال اول دکترا مقاله‌های زیادی رو برای دکتر میفرستادم تا بتونم تایید ایشون رو بگیرم، اما خب متاسفانه ایشون همیشه همه مقاله‌های من رد میکردن تا جایی که من دیگه اعتماد به نفس مقاله نوشتن نداشتم. اما خب همین چند ماه پیش خیلی اتفاقی متوجه شدم که تمام مقاله هایی که ایشون رد میکردن روی سایت هستن، اما خب به اسم دکتر مفتخری. یعنی ببین استاد، شما می اومدی مقاله های شاگرداتو برمی داشتی ارسال میکردی برای اون مجله توی آلمان، سردبیر میخونده تا یه مقطعی اینا متوجه نشده بودن. خب آقا من اصلا سر در نمیارم. اجازه بده دیگه. این مقاله ها رو میفرستادی اونجا، اونا هم میخوندن، تو مجله چاپ میکردن، شما هم بابتش دستمزد میگرفتی، بابتش اعتبار میگرفتی، از اینا سوء استفاده میکردی. حالا مقاله های این دوتا بنده های خدا جز اون مقاله ها بوده که اونجا ثبت شده. از یه تاریخی به بعد اونا شستشون خبردار شده، یعنی اومدن مقاله ها رو مطالعه کردن، دیدن لحنش، ادبیاتش، شیوه نگارشش اصلا متفاوته، مال یه نفر نیست. دوزاریشون افتاده، از اونجا بعد یه کل مقاله ها رو رد کردن. متا مقاله شما ظاهرا به اسم استاد اونجا ثبت شده الان. دقیقاً همین اتفاق هم برای من افتاده آقای قاضی. خب بگو. من از ایشون خواستم که راه‌های ارائه مقاله ها به سایت‌های خارجی رو به من نشون بدن. بعد ایشون از من خواستن که براشون بفرستم که مثلا پیگیری ثبتش رو انجام بدن، اما بعد بهم گفتن مقاله ها رو سایت رد کرد. ردم کرده. درست گفتن. تو هم آقای قاضی اینا از بهترین دانشجوهای من بودن. نمیدونم کی به اینا پول داده که این حرفا را بزنن. سمیه سرت ننداز پایین. این بود جواب اون همه لطف و مرحمت من به شما؟ کی بهتون انشا کرده که اینا را بیاید اینجا بگید؟ واقعا براتون متاسفم. بعد حالا سوال اصلی من اینه، شما با همه اتفاقاتی که براتون افتاد چطور راضی شدین که بیاین با ایشون کتاب بنویسین؟ این برای من سواله. آقای قاضی وقتی خانم اکبریان به من این موضوع رو گفتن، من سرچ کردم، دیدم که بله مقاله من هم به اسم ایشون منتشر شده. بعد برگشتم بهشون گفتم که ما این موضوع رو به دادگاه میکشونیم، حتی مدارک کافی هم داشتیم برای شکایت کردن. ایشون برگشتن به ما گفتن که من یک کتابی دارم مینویسم که احتیاج به نویسنده‌های مشترک دارم، اگر شما توی نوشتن کتاب به من کمک کنین به اسم هر سه چاپش میکنم.
خب آقای قاضی، ما هم حقیقتش کتاب چاپ شده برامون خیلی با ارزش‌تر از مقاله بود، برای همینم قبول کردیم. اما الان مسئله اینه که با وجودی که اسم دکتر اولین اسم نویسنده های اون کتابه، اما ایشون عملا چیزی ننوشتن. متاسفم جناب قاضی. آره مار دکتر. تو آستینم پروروندم. تو خودت ما نه دیگه الان اینا میگفتی اینا از بهترین دانشجوهاتون هستن دیگه. اینا خیال میکنن که من یک شبه اعتبار علمی به دست آوردم که با این اراجیفشون یک شبه هم از دست میدم. نه آقا، اعتبار علمی من با این حرفا زیر سوال نمیره. جناب قاضی، از شما هم شاکیم من. از من چرا؟ شما چطور این همه اراجیف رو میشنوید و سکوت میکنید؟ چیکار کنم؟ آقا به اعتبار شعر بخونم؟ علمی یه استاد دانشگاه در خطره. میخوای شعر بخونم برات؟ شما با شعر شروع کردی، بذار من با شعر تموم کنم. دست بفرمایید شماست آقای دیگه. قاضی، میگه میتونیم بگیم نخون. ریشه سرو جوان با خاک صحبت میکند، از عذاب تشنگی با وی شکایت میکند، با زبان خشک برگش بید میگوید که آه، ابر هم دارد به باغ ما خیانت میکند. حالا استاد، جان، چه سالی از استادیاری به دانشیاری رسیدی؟ 94 بود. چطور مگه استاد؟ یه سال بعد از نوشتن کتابای نوشتن که چه عرض بکنم، یک سال بعد از سوء استفاده از کتابای دانشجوات. بعد ببین ما الان اومدیم قبل از دادگاه تمام این مقاله های شما رو بررسی کردیم. شما در کل 3 تا مقاله رو خودت نوشتی. بالای 90% این مقاله‌ای که ارسال کردی اونور به نام خودت ثبت کردی مربوط میشه به دانشجوهایی که تو مقطع دکترا داشتن اونجا درس میخوندن. از اکثر شاگردات اومدی سوء استفاده کردی. چرا؟ دلیلش چی بوده دکتر؟ شما مگه خودت استاد دانشگاه نیستی؟ مگه خودت نباید مقاله بنویسی؟ شما با این حرفا به چی میخواید برسید آقا؟ حقیقت. بس کن تو رو خدا آقای قاضی. شما اصلا از محیط دانشگاه خبر داری؟ یه پا از این میز و صندلی بیا بیرون، برو از آقایون دانشگاه بپرس ببین آقا این هیئت علمی چرا مجبورن مدام مقاله و کتاب چاپ کنن؟ میدونید چرا؟ چون از استادیاری به دانشیاری بعدش به استاد تمامی برسن. میدونید در چه شرایطی؟ چون در هر ترمی با کلی دانشجو از اینا سر و کله بزنن. آقای دکتر بعدش مفتخری اجازه مگه بده. استاد دانشگاه چقدر وقت داره بشینه هی مقاله بنویسه، ببین، کتاب چاپ کنه؟ هر کسی در هر شغلی، من قاضیم باید بروز باشم، بروز نباشم جایگاه خودم اینجا از دست میدم. یه فوتبالیستم اگه میخواد تو تیم جا داشته باشه باید هر روز تمرین کنه. برادر من، شما به عنوان استاد دانشگاه موظفی در کنار درس دادن تحقیق کنی، مقاله چاپ کنی، کتاب چاپ کنی. ما تو همون دانشگاهی که شما داری درس میدی کلی استاد به نام و معتبر و معروف داریم که دارن هم به بچهای مردم درس میدن، هم مقاله چاپ میکنن، هم کتاب چاپ میکنن. مشکلش چیه؟ من نمیفهمم. آقا میدونید این دانشگاه چقدر به من حقوق میده؟ بذار من یه چیزی به شما بگم. با توجه به مستندات، شواهد و دلایلی که توی پرونده هست، من الان پرونده شما رو ارجاع میدم به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هیئت علمی دانشگاه. نظر خودم رو هم راجع به غرض‌ورزی شما، غرض‌ورزی شخصی شما نسبت به پایان نامه آقای سودده که نه سوده ضمیمه این پرونده میکنم تا بهش رسیدگی بشه. برادر من، امر دیگه ای هست من در خدمتم. شما نظرتو گفتی؟ خب اجازه بده منم نظرم بگم. شما هم نظرتو بگو. من این دادگاه رو یک تبانی بین چند تا جوان گول خورده با مشارکت آقای قاضی میدونم. ما هم جز جوانک. جوونا فرض کردی خدا رو. آقا پسر، اون میز مال شما نیست، برای توی بی علمم نخواهد ماند. نه مال ما بوده، نه مال ما هست، نه مال ما خواهد بود. شما هیچ از چیز نظر مال ما من نیست. صلاحیت دادگاهی کردن یک استاد دانشگاه رو ندارید، چون در این حد نیستید.
بالاخره بالاتری هم هست. حتما صلاحیتشو داشتیم که پرونده رو در اختیار ما گذاشتن دیگه استاد. آقای قاضی داستان اخراج شما شدن لال شو دارم حرف میزنم بچه. شعر میخوندن اول دادگاه. ولی بالاتری هم هست. به هر حال خیلی شما خوب نظرتون رو گفتید. من میتونم برم؟ داستان اخراج شدن ما چی میشه آقا؟ ببین بحث لغو اخراج در صلاحیت دادگاه عمومی نیست. درست. شما باید بری دیوان عدالت اداری اعتراض کنی، اعتراضتو ثبت کنی. منم یه گزارش برات میفرستم میدم به اون نهادهای حل اختلاف دانشگاه. خیلی ممنون. خب تو اون گزارش هم ذکر میکنم که استاد چند تا پرونده شکایت مشابه همین قضیه داشته تا به مسئله شما رسیدگی بشه. خدا خیرتون بده. فرمایشی نیست شما؟ بفرمایید. آقای قاضی اجازه مرخصی بنده میدید؟ خدا نگهدارت. خدا نگهدار. خسته نباشید. نه گفتن سخته؟ ما فکر کردیم اگه بخواد کتاب چاپ شه به نفعمون میشه ولی نمیدونستیم. الان ما میتونیم اقدامی بکنیم برای کتابمون؟ برین اقدام کنین. همون نامه‌ای که من برای ایشون به اون نهاد تخلفات دانشگاه میزنم برای شما هم کار میکنه. حتما برین شکایت کنین. بابا حقتونه، زحمت کشیدین، تلاش کردین، شب بیخوابی کشیدین. چرا باید یک کتابی به اسم یه آدم دیگه ای چاپ بشه؟ الان اگه اون آقا شکایت نکرده بود شما هم نمی اومدین شکایت کنین؟ نه متاسفانه. نه گفتن سخته ولی محصول شیرینه. بله. بفرمایید. ببخشید. بفرمایید. با اجازه. بله آقا جعفر. ابر هم دارد به باغ ما خیانت میکند. خسته نباشید. بشین. من زحمت اون رساله رو کشیده بودم، من خون دل اون رساله رو خورده بودم، من شب تا صبح برای اون رساله بیدار مونده بودم، من صبح تا شب دنبال اون رساله دویده بودم. اون وقت ایشون یک کاره انتظار داشتن من این رساله رو به نام ایشون بزنم. شما از نظر من صلاحیت دادگاهی کردن یک استاد دانشگاه رو ندارید چون در این حد نیستید. بالاخره بالاتری هم هست.